روز 11 از گاه شمار زرتشتی خور نام داره. خور یا هور ایزد خورشید و نماد روشنایی و نظم و آگاهی و حقیقته. در نگاه ایرانی خورشید هر روز برمیاد، تاریکی رو کنار میزنه و جهان رو دوباره قابل دیدن میکنه. در اوستا از اون با نام هور خشعته یاد شده، یعنی خور درخشان و فروزنده که شهر خور و خراسان هم از همین مفهوم گرفته شده. اون سرچشمه نوره و نور شرط دیدنه، هرچه پنهانه در نور دیده میشه. برای همین خورشید نماد راستی و حقیقته و در متون زرتشتی اونو چشم و دیده اهورامزدا میدونند، نوری که جهان رو میبینه و بیدار میکنه. آگاهی و روشنایی بدون راستی باقی نمیمونه و در نهایت خورشید فقط در آسمان نیست، درون خود ما انسان‌ها هم هست. از آن زمان که بر این آستان نهادم روی، فراز مسند خورشید تکیه‌گاه من است. زین آتش نهفته که در سینه من است، خورشید شعله است که در آسمان گرفت. جاوید شاه و پاینده ایران، ایرانی باشی، ایرانی همیشه.